آمدی تا دیدمت قفل دلم وا شد، آن همه عشق و محبت در دلم جا شد، در دل خشک پر از تنهاییم باران شدی، قطره ای بود دلم که با تو دریا شد. تو نگار منی، دار و ندار منی، گل نیلوفری باغ و بهار منی، بیقرارت شدم و تو. این واحد بازسازی کامل شده. اول فیلم قبلش رو ببینید. kader gülmüyorsa yüzüne darılma dikenin gülüne. وقتی که خونتون قدیمی میشه و از ریخت خونه خوشتون میاد، با ما تماس میگیرن، ما میایم براتون کمد جدید نصب میکنیم. درب سرویسی که چوبی رو در میاریم، هر مدل سرویسی خاص براتون میذاریم که جای درب ساده کار شده، آینه و پایینش هم پنل خورده. میتونیم طرح خاص هم داخلش بزنیم. این درب چوبی بوده، ما تبدیل به دو جدار کردیم. این تمام این کاغذ دیواری‌ها، اینا دیوارا همه داغون بودن، اینا کاغذ دیواری کردیم. اینجا هم یه پرده‌های شیک نصب کردیم. بعد این درب هم دو جداره کردیم، این آهنی بوده، اینا هم دو جدار کردیم خاطر اینکه سرما و مثلا گرد خاکی داخل نیاد. بعد تشریف یعنی اینجا هم پرده نصب کردیم، کاغذ دیواری‌ها رو کار کردیم و لازم سمت ما نیستیم، ببخشید. این کفوش هم کار خودمونه. اگر که شما قصد اینو دارین که مثلا خونتون یه رنگ روی خیلی شیکی به خونتون بدین و اعصاب و حوصله این ندارین، زنگ به پرده فروش بزنین، زنگ به مثلا کاغذ دیواری کار بزنین، زنگ به کفوش کار، ما همین کارا رو تیم خود ما انجام میده. شما با ما تماس بگیرن، ما میام خدمت تو، قیمت حدودی بهتون میدیم که یه مزنه دستوبی هزینه‌اش چند میشه و بعد میام براتون انجام میدیم به صورت اقساط. تازه مثلا قسط بندیش میکنیم تو 5 ماه 6 ماه اقساطی، همه این کارا رو براتون انجام میدیم. پنجره دو جداره، پرده، کاغذ دیواری، کفپوش، نقاشی سقف. می‌بینید این سقف هم رنگ شده، اینا همه رو براتون انجام میدیم. این کمد دیواری، اینا همه اقساط.